بتنفس با زرنگاری رستم. همسایه دست راست ما زر دارد، دو دختر قد بلند و قدرس دارد. یک دختر میدتر به من دل داده است، ناانصاف دلکم میل کلانتر دارد. زنده باشید با انامی خیل سرویدنی بسیار صمیمی زیبا. امروز ما برنامه رو با حضور یکی از هنرمندی جوان شناخته تاجیک، صنعت تاجیک رو بیرون از تاجیکستان معرفی می نماید. برای شما امروز در مهمانی چهارشنبه علوات قرار دارند. یادآور میشم که برنامه بتنفس با شما من زرنگاری رستم با تمام شنوندگان رادیو همصدا 94.4 FM، با تمام بینندگان ابونچیانی صفحه یوتیوبی همصدا FM سلام و درود میگوییم در آغاز به شما. پیش از همه چی البته تابع بولیده آرزو میکنیم. امیدوارم که امروز ما امروز چهارشنبه یک صحبت بسیار سبک و زود و صمیمی خواهیم داشت. خوب چهارشنبه اینک عین زمان تابتون چگونه است؟ تشکر زیاد. طب من خیلی خوب است این زمان و من سر اول میخواستم از فرصت مناسب استفاده برده سلام گرم خود رو با شما و با کل شنوندگان رادیوی همصدا و با کل مردم سربلند تاجیک رسانم. زنده باشید. ما هم شدیم که بسیار یک با انرژی با تبسم صمیمی امروز شما در مهمانی ما هستید و میگویند که علوات یکی از هنرمندانی که بسیار صدای پرقدرت دارد، میتواند که بدون بلندگویک هم، بدون موسیقی هم، بدون فنگرام هم ترانه رو همین چی میگویند با ترکیشورت با شما با این گفته راضی هستید؟ فکر میکنم که هر یک هنرمند باید هنرمند اصیل باید بدون فنگرام خواند و یعنی آواز برای هنرمند برای عیناً برای همین در کار است که در همه حالت ها باید آماده باشد که یعنی حالت ها هر گونه بله زنده سرآید. انا حالت ها ما جای جنگی صحبت برسیدیم. بله میگن که حالت ها گوناگون میشن. من چهارشنبه از اون برآمد های شما که مثلا در مراسم های مردمی است، مراسم های شکلی کشود پوشیده به دایره کلونی بیننده خرد بیننده من شده است حالتی که مثلا شما برآمدید موافقی شرط و شرایطی همونجا که باید از روی فنگرام از سرود اجرا میشد یک چیزی سبب شد که همین چیز نیست شد و همه خیلی حالت های ناگوار بودند. و من چه خیلی شما از حالت برآمدید؟ بله راست گپ چنونه که گفتیم حالت ها هر گونه میشوند و جایهای میشود که مثال جایهای نمیشود که در آنجا باید هنرمند یعنی میشود که با فنگرام اثر آید، چون که یا که در ثبت تلویزیون باشد یا که در بله اصلا بعضی جاهایی که در آنجا کنسرت های کلانی که در آنجا شرایط برای یعنی سرود زنده نیست و در آنجا ممکن است که یعنی کم ترک یعنی فنگرام را استفاده کردن. اما من خودم طرفدار یعنی سرایدن زنده سرود زنده هستم، چون که کیفیت سرایدن زنده دیگر است و بعد مردم رو هم دروغ فریب نمیکنه. این یک یعنی بسیاری فکر میکنن که این یک فریب کردن مردم است، چون که من هم راضی هستم چون که مردم پول میتید با کنسرت مبلغ صرف میکند با کنسرت میبیاد یک با یک تو که همون هنرمند رو گوش کند و اگر تو فنگرام خونی فکر میکنم این یعنی فریب کردن مردم نیست، این فریب کردن اول خودت است بعد فریب کردن مردم. برای من همه وقت طرفدار یعنی سرایدن زنده هستم. در کجایی که یعنی شرایط برای سرایدن زنده باشد من همه وقت خیلی خرسند هستم و کوشش میکنم که همه وقت سرود زنده باشد. زنده باشید. تو همین روز شده است یکون کنسرتی زنده مونده پیشنهاد کرده اید برای مردم؟ بله 100% من همه وقت کوشش میکنم که یعنی در کنسرت ها یعنی زنده برآمد کنم، یا که اگر شرایط زنده نباشد یعنی باز میگن در موسیقی که یعنی مینوسوفکا میگن یعنی همون موسیقی یعنی خالی است در اونجا بدون صداست و تو در بالای موسیقی یعنی با آواز زنده میسرایی.
سروی. خوب چند پیشینی اگر من خطا نکنم تقریبا یک 5 سال پیش ما امروز شما افیر داشتیم. بله. همین خیلی یک صحبتی صمیمی و امروز میبینم خیلی تغییر افتید. دیده ایستادیدم با فکرم شما هم چهارشنبه بسیار خراب شده. سبب در چی است؟ شما سخت کار میکنید یا از زنده سراییدن بسیار خراب شدید؟ بله زنده سراییدن قوت رو بسیار میگیرد. نه راستی گپ من چقدر خود رو یعنی در خاطر دارم من همه وقت خراب بودم فربه نمیشوم و بعد از اون من یعنی به نزد دکترم این هم بود با 1 ماه پیش به نزد دکتر رفتم و در دکتر همه یعنی تشخیص ها و میگن با آنالیز ها رو سپوریدم و راستی گپ شکر خدا که همش نقص گفت که آدمیزاد هر گونه میشن ژنتیکای آدم گوناگون میشود و هستن آدمایی که از سن سالشون از 30 بالا یعنی اوش کمی الکای فربه میشند و من پدر خود رو هم در خاطر دارم در سن سال من بودن خیلی خراب بودم و بعد که اویلادور شدند و زن گرفتند و سن سال کم ترک بالا رفت بعد الکای فربه شدند و دکترم برای من عیناً همین گپ رو گفت که تو اولی سراسیمه نشو برای فربه شدن چون که تو میشوی فربه و بعد شاید پشیمان هم شوی. گفت برای همین خراب هستی سبوک هستی خود رو سبوکش میکنی یعنی راحت مهمش که یگان یعنی بیمار نیستی خود رو خوب حس میکنی سالم هستی تمام. گفتم بله 100% من روزی هستم. چهارشنبه مراجعه شما با دکتر از حساب خرابی بود یا یگان از حساب خرابی؟ بله چون که بسیار هر آدما میگفتن چهارشنبه چرا خرابی چرا، اما من پیش فکرم بعد من یک در فکرم زدم گفتم بله چرا خراب هستم. بله بعد رفتم نزد دکتر راستی. چهارشنبه حالا اویلادور نیستید؟ نه این خیلی باشه درست فربه شدن و دو حالا در پیش است. به هر حال معیار رو نگاه دارید در آینده هم این خوب است برای صنعتکار مخصوصا چهره نمود در صحنه چگونه تافتن. خب عین زمان یک سوال با اینجا از شنونده اومده رسیده است پیشنهاد شما میسازیم. میگفتند که در برای همین ترانه جونم این ترانه چه خیلی آفریده شد و من در چهارشنبه آفریدن سرودها که یک میدونید یک آهنگ مخصوص خود رو دارد فرق کننده است بسیارتر در اون موسیقی های بدخشان حس می شود. با کی شما سرودها رو ایجاد میکنید آهنگ و من خطا نکنم در صفحه اینستاگرامی شما کمپوز نوشته شده است یعنی آهنگ سوز هم هست. یگان ترانه در ریپرتوار شما است که از خودی ایجاد شما از آهنگی خودی شما باشد؟ بله راستی گپ آهنگایی که من میسرایم همشون آهنگای خودم است، موسیقی خودم است و سخنها رو هم یعنی موضوعی که سخن میگم از خودم است. متن بله متن سرودم از خودم از خودتون هست. بله عجیب بود. بله چون که من فکر میکنم که اگر هنرمند چهارشنبه با یگان کس مبلغ زیاد صرف نمیکند، نه با شاعر نه با آهنگساز نه با دیگر. مبلغ تنها در استودیویی که ما یعنی ثبت میکنیم در اونجا. چون که من فکر میکنم که این خیلی آسان‌تر است. من حس میکنم که من چی رو میخواهم با مردم گفتن یعنی رسوندن در موسیقی چی رو میخواهم یعنی ابراز کنید بیان کنید. برای من خودم چی میکنم آهنگوی خودم رو مینویسم. متن رو هم یعنی خودتون مینویسید؟ بله. وقتی که همین متنی سرودها نوشته می شود برای اون که شما ثبت کنید پیش از ثبت و اون کس نشون میدید یگون مصلحت میگیرید شاید یگون جاش اصلاح میکنید شاید یا نه؟ بله نه درست. من راستی با پدرم نشون میدم سرحال چون که پدرم هم یعنی در متن نویسی و در شعر دونی و در شعر چیز یعنی خیلی خودشون متن مینویسن. بله و من با پدرم پیش از همون آماده کردن یا که آماده کردن متن یعنی میگویم که یعنی پدر راستی از نظر میگذاراند و بعد چی میکنم یعنی ثبت میکنم. بله. سرودها در کجا ثبت میشوند؟ در تاجیکستان بیرون از تاجیکستان؟ سرودها هر خیل میشد چون که من طول زیاد از 2 سال شد 2.5 سال شد که در یعنی در خارج کشور بودم و انیخترش در کجا؟ در امریکا بودم و یک چند سرود الکی در امریکا ما ثبت کردیم و
چیز کردیم یعنی پیشکش مخلصون گردونیدیم اما در امریکا ثبت کردن سرود با کمتر مشکل تر است. از کدام جهت؟ از جهتی هم یعنی مبلغ. بله مبلغ هم از جهتی که مثلا تقریبا برای ثبت یک ترانه در امریکا در استودیو چقدر مبلغ میگیرند شما باید پرداخت نمایید برای تنها ثبت؟ میتوانید گویید؟ عذر زیاد. بله چون خیلی که من گفتم یعنی در امریکا ثبت کردن سرود الکی در اونجا در یک یعنی در اما مبلغ رو اونها در ساعت میگیرن. مثلا یک ساعت کوری این خیلی نیست. چند دلار چند صد دلار یک ساعت کوری؟ هر خیلی میشد یعنی از اگر استودیویی که یعنی چیزش خیلی تکنیکش خیلی پیشرفته باشد و چقدر استودیوی بزرگتر باشد اونقدر قیمت‌تر است. بله. چند ترانه رو اونجا ثبت کردید؟ در اونجا من یک دو سه ترانه ثبت کردم اما این ترانه ها هم تو آخر در اونجا ثبت نشدن. مثلا هر خیلی شد که یک قسم اونها در اونجا یک قسم اونها در اینجا دوستان من یعنی ثبت کرده با ما روان کردن که یا که ما ثبت کردیم در اونجا با اینجا با دوستان روان کردیم و هم خیلی چهارشنبه برای یک ترانه بهترین هم از جهت موسیقی از جهت متن یک ترانه با پررگی گویم اگر بسیار اگر شما نسبت این ترانه سختگیر شوید نازک بین شوید خیلی از اون ترانه صفت طلب کنید همین خیلی ترانه در مدتی تقریبا چند وقت آفریده می شود؟ سرودی که شما سخت اهمیت دیده سمجد؟ من فکر میکنم که هر خیلی سرودی که تو خوی که یعنی این راستی فکر میکنم یگون وقتی معین ندارد چون که میشود که سرود رو در 2 روز در 3 روز تو ثبت کنی و یعنی در اون دقت اونقدر سخت هم نمیدی و وقتی که با شبکه اجتماعی پخش میکنی در 1 دقیقه بنهایت یعنی تماشای زیاد میگیرد و مخلص و یعنی غیر چشم دوش بله بسیار چیزش میخزد اما از سرودی که تو از دل از جان یک ماه 2 ماه 3 ماه در بالاش کار میکنی و بعد که آخرون میگن پست پروداکشن میکنی و همه چیز در سطح عالی یعنی بعد با مخلصون پیشکش میکنی یعنی یگون چیز نمیتید چی میگن یگون رزولتات نتیجه نمیتید و برای این آنالیتیکش خیلی مشکل است یافتن تحلیلش مشکل بله خیلی خب ترانه‌ای که در ترانه شما مثلا در کوتاه‌ترین مدت آفریده شده است نمیدونم شاید یگون چی سبب شد در حال یگون فکر به سر شما اومد و همون ترانه از نگاه شما تا امروز همون ترانه شما در کوتاه‌ترین وقت تیار شده است. راست گپ در چیز من در تجربه من این خیلی نیست. ترانه‌ای که من خودم مینویسم من که خودم مینویسم آهنگ میکنم و یعنی ثبتم میکنم وقت بسیارتر میگیرد مثال و یک سرودی که من یعنی صرف میکنم ممکن 1-2 ماه میگیرد از نوشتن تو ثبت شدن بله آماده شدن بله خب در یک جا نمی نشیند مخصوصا چهارشنبه علواتف امروز به غیر از تاجیکستان بسیارتر باز مکان زیستتان کجا است برای شما؟ راست گپ 2.5 سال شد که خیلی که قید کردم من در خارج کشور در امریکا هستم و این یک مقصد خیلی کلان خیلی بزرگ داشت برای من در دل من و در یعنی چی میگن در کریر در کار ایجادی من چون که من خیلی مقصد کلان بزرگ داشتم اما دارم که من باید بسیارتر یعنی چی میگن موسیقی خود رو پیش برم و من باید این موسیقی اصلی توجیک رو این موسیقی اصلی بزرگ توجیک رو با جهانیون یعنی معرفی کنم و این مقصد اساسی من است که من در بالای این کار کرده ایستادم و من میدونم که موسیقی اصلی توجیک یعنی سزاواری همه تعریف و توصیه هست. بله درست. بله.
من نمیخوام راستی گپ نمبر کنم کدام هنرمند، لیکن هستند نفرانی در ساحه ایجادی که تا با امروز چنین می‌صوبند که میگن چهارشنبه علاوه برای به دست آوردن معروفیت، زود محبوب شدن، اونقدر مهنتی زیاد نکرده است، تنها بخت خندیده است که از در میگویند همون آزمون چهاربینی، همون تالنت شما اشتراک کردید. بله. یک بخت خندیده است، لیکن ما میگویند برای یک ساعت رسیدن خیلی خیلی مهنت کردیم. این بچه هیچ مهنت نکرده است. میگن شما با این چی گفتنی هستید؟ فکری شما چگونه است؟ عجیب. من راستی گپ من با دیگران کار ندارم. من میتونم از تجربه، یعنی از تجربه 15 ساله خودم یا که زیادتر خود گویم که من از چندم سال باز شما در همین ساحه؟ در این ساحه راستی من از روزی که به دنیا آمدم، چون که در اویله صنعتکار به دنیا آمدم، چون که در اویله به دنیا آمدم که در اونجا همه وقت صدای موسیقی اصیل بود و صدای اسباب موسیقی بود و راستی گپ من اگر اون دوره ها رو حساب کنم این ممکن انا تو امروز 27 سال گذشت، اما یعنی همون تجربه پروفسیونالی من در سوای موسیقی زیاده از 15 سال است که من از صنف یکم به مکتب موسیقی در اومدم و تو یعنی امروز من 4-5 تا یعنی مکتب موسیقی ختم کردم و بعد از اون کالج صنعت و بعد از اون اینستیتوت، یعنی دانشگاه صنعت. در همین ساحه است چهارشنبه. خب چهارشنبه انا همین شما میگوید من تحصیل کردم تا امروز، یگان اسباب موسیقی است که شما در اون خودتون آزادانه نواخته میتونید؟ بله، من تمام اسبابا رو مینوازم، همه اسبابای موسیقی رو. برای چی امروز یگان تاش رو نواردید؟ شاید مینواختید همه رو در حیرت بگذاشتید. بله، من همه اسبابای موسیقی رو مینوازم و یک با همون سوالی که میخوام برگشتن، چون خب، که من فکر میکنم که همگون میدونن که به مهنت یگونه نتیجه نخواهد شد و نمیشود. برای من مهنت 15 ساله من یعنی نتیجه خود رو داد و من در پیش یگون کس نمیگم که من چقدر مهنت کردم، فقط این رو من میدونم، دیگران فقط همون نتیجه ما رو میبینند. اما شاید در روی صحنه از اونی که تو اون دم بر اومدن شما سوهای زیاد کار کردید این رو ندیدن، شاید برای این چنین فکر دارند. بله چنین فکر دارند. خب عزیزان، صحبت ما ادامه می‌یابد. من یادآور میشم شما موجه 94.4 FM رادیو امصدا رو گوش کرده استودید. میتونید این لحظه زنگ زنید بر رقم 38 320 944. صحبت ما با چهارشنبه علواتف ادامه دارد. خب اینک برمیگردیم با صحبتمون. شما میتونید پس از یک وقتی معین ثبت ویدیویی برنامه ما رو در صفحه یوتیوبی امصدا FM تماشا نمایید. دختری زمانه این ترانه چه خیلی جور شد و برای چی چنین نام داره دختری زمانه؟ این فرق میکنه از دخترهای دیگر زمان؟ نه، دختری زمانه یعنی با مقصدی که با شیوه با زبان روسی که современная девушка. زمانوی. بله، زمانوی، دختر زمانوی. من این کلمه رو زمانوی رو گرفتم، باز کوتاه‌تر کردم و به زمانه تبدیل شد. خیلی سرود خیلی جالب است، خیلی یعنی با همگون پسند قابل شد و من این سرود رو خیلی دوست دارم. سرود شوخ است. بیایید همین دختری زمانه رو با تمامی بانوان دخترهای زیبای تاجیکستان مخصوصا زمانوی معاصر این لحظه اگر امکان باشد، اگر میشود یک زنده. بله، مرحمت عزیزان. چهارشنبه علوات با صدای زنده مخصوصا برای شما در برنامه بی تنفس گوش میکنیم. باز آمدم به نزدت گل دختری زمانه، بر وعده‌ات وفا کنه یک دم براز خانه، بر وعده‌ات وفا کنه یک دم براز خانه، تا کی نمه نمایی تا کی نمه برایی، آخر کبوتری من یک دم براز لانه، باز آمدم به نزدت گل دختری زمانه.
تشکر. زنده باشید، خسته نباشید. چهارشنبه علوباتف با صدای زنده. من ادامه میدیم صحبتمون رو. دختری زمانه خوش آمدی. شما هم خوش آمدید. زنده باشید. و عموما چی الهام میبخشد تو با امروز برای ایجاد کردن، برای اون که مهر شما، محبت شما برای همین سوها کم نشود؟ مثل همیشه دویم در دلتون یک محبت باشد برای فریدن ایجاد. چی الهام میبخشد؟ همون فرمایشو که شما اونجا میرید برآمد میکنید، مبلغ زیاد به دست میبرید، یا کی محبت یک نگفتنی؟ چگونه محبت؟ بله در حقیقتا هم این یک محبت دیگر است که این رو با هیچ چیز یعنی برابر کردن نمیشد با اون برآمدایی که ما در اونجا کدام مبلغ به دست میبیاریم. و این یک محبتی که من با این محبت با موسیقی یعنی به دنیا اومدم و فکر میکنم که این محبت رو نمیشود با آسانی یعنی از دلم ممکن نمیدونم فراموش کردن، یا که چون که فکر میکنم که آدم با یعنی این هم یک حسیات است. فکر نمیکنم، من امید باوری که امید دارم که این یک حسیاتی که ما میگیم که حسیات پنجم و ششم و هفتم، این یک حسیاتی نمیدونم هشتم است یا که ششم است، اما این یک حسیاتی که من با این محبت یعنی به دنیا اومدم و من خودم رو سرشور از این محبت. من مثلا بسیار در اینترویو سوال میتن که چی یعنی شما رو یعنی رو بلند میکند که سرود نویسید یا که آهنگ کنید. و جواب من همین است که من همه وقت رو بلند هستم، چون که این محبت، این حسیات همه وقت با من است و من که وقتی که میخوام سرود ایجاد کردن، او سرود از کجای نمیدونم به سرم یعنی میبیاید و ایجاد میشود. چهارشنبه هیچ تصور کردید مثلا اگر در دنیا تصور کنید در دنیا اگر همین سوها نمی بود شما در کدام سوها امروز خود رو میدیدید اگر نمی بود؟ راستیگه من بسیار از کودکی یعنی با دکتری شوق داشتم، خیلی میخواستم دکتر شوم. بله. دکتری مثلا مخصوصا کدام سمتش؟ راستی نمیدونم، ممکن جراح یا که بله. اما من همه وقت من یعنی که وقتی که دکتر رو میبینم با یعنی خیلی یک حسیات بلند مرا فرا میگیرد و یک نمیدونم یک با این سوها هم شما یک شوق دارید. بله. برای پیش بردی ایجادی ترانه ها گرچند که بسیاری اونها از ایجادی خودی شما است مبلغ البته طلب میکند و ما به هیچ کس پوشیده نیست که قریب در تمام دنیا هنرمندان و غیر از اون که سرآیندگی میکنند باز یگان تجارت شخصی خود رو دارند. امروز برای پیش بردن انامین سوهای ایجادی شما از جهت مبلغ چی کمک میکند یا کی کمک میکند یا یگان در اومدی لوگی دارید؟ من چگونه از چهارشنبه البته مرامد راستی گپ حاضرش یعنی وقتی حاضرش در یگون تجارت ندارم، اما در نیت دارم. بله در سرم امریکا هم با فکرم در هولنجو راستی گپ در سرم بسیار فکرها هستن که تجارت هم باشند. من فکر میکنم ایده چهارشنبه رو نمیدوزیم اگر وابسته به تجارت باشه. ندوزدید. درباره چی است؟ راستی گپ من ایده هستند و من همه وقت اون ایده که من میکنم اونها فرق کننده نه چی هستند چی میگن یعنی با زبان روسی سرتیفیڅیرované میکنن، یعنی همه قانونو میکنم که یگان کس نتواند اون ایده های ما رو ممکن از خود گوید، چون که این ایده این از یعنی از مؤلف میشه. بله مؤلف. من این ایده ها رو آدم محنت میکند و بعد چی میکند این از روح خودش پیدا نمیشد. و راستی گپ من ما بغیر از در امریکا یعنی من چیز میکنم شرکت خود رو داریم که ما یعنی اما مراسم رو ما چیز میکنیم
برگزار میکرد کنسرت و توی ها روزهای خوشی و خرسندی. یعنی این شرکتی تشکیلاتچی می شود؟ شرکتی تشکیلاتچی تشکیل کننده مراسم ها. بله مراسم ها، یعنی بسیار توی ها، یعنی کنسرت ها، یعنی شب نشینی ها هر خیل. و بسیار نیت داریم که من خودم نیت دارم که با نام خودتون با هنرمندای تاجیک همکاری کنیم و آنها رو به آمریکا دعوت کنیم و کنسرت‌های آنها رو برگزار کنیم. این فکر رو من اول بار در امستردام گفتم. اوله من به یگان کس نگفتم. شما امیدوارم که همین آرزوی شما عملی می شود و این سبب می شود که دیگر هنرمندان تاجیک هم بعد می توانند صنعت تاجیک رو در بیرون از کشور هم معرفی نمایند. زیرا که ما تاجیکان اگر 10 میلیون در تاجیکستان باشیم، باز چند ها میلیون دیگر در تمام خارج‌ها روی زمین پهن شده هستیم. بگذار که صنعتکاران ما صنعت تاجیک در همه جا دسترس باشد، یعنی دیده شنیده از نزدیک توانند، چون نه هم از اونجا به اینجا اومدن امکان دارد، لیکن از اینجا میتونن بروند بازم. بله چون که مردمی که مثل تاجیکای خودمون در امریکا، یعنی مقیم امریکا شدگی هستند، بسیار میخوان، بسیار یعنی یاد وطن، یاد موسیقی تاجیک، یاد هنرمندان تاجیک هستند و خیلی خرسند میشن که وقتی میبینن یگون هنرمند به امریکا میاد و یک برآمد دارد. و من تصمیم گرفتم که یعنی مو نصیب این فکر رو علاقه شده شدم و با این وای فکری بهترین یک لایحه بسیار خوب میشود اگر شما اون رو عملی سازید. و اکنون چهارشنبه در خارج کشور یا در اینجا وقتی که شما یگان برآمد خود رو در یگان جا برگزار میکنید، بسیارتر در کجا جمع می آیند مخلصان؟ در همین تاجیکستان یا در امریکا؟ بسیار سوال خوب. راستی که هر خیل من چون که فکر میکنم در تاجیکستان چون که مردم بسیار است، تماشابین بسیار است و جایهایی که برای جمع شدن هم بسیار است. اما در امریکا هم خیلی که من قید کردم مردم بسیار جمع میشن، چون که یعنی آنها تشنه موسیقی تاجیک هستند، تشنه یعنی آهنگ‌های تاجیک هستند. بله، برای همین بسیار دوست می‌دارن که بسیار میپرسن، میگن که کی یگون هنرمند رو دعوت میکنید، کی این کس میاد، کی این ستاره میاد. من گفتم که ما در بالای این کار کرده شدیم و نصیب که ما حتما یعنی طلبات بسیار است که میخوان که هنرمندان بیاین و یعنی کنسرت خود رو، کنسرت هم نه یک شب نشینی مایده که باشد که مردم بیاید تشنگی همون چیزشون شکنند و موسیقیشون رو. بله. با روی ها هم طلبات هست در اونجا؟ با روی هم خیلی طلبات است، خیلی. یعنی من گفتم میتونم که من بعد شاید که دونه در لایحه شما هم خواب بود، چون که روی من فکر میکنم که روی از همه چیزی مهم است که یعنی با هنرمند باروی اخوان یگون کس همین رو اینجا نه من همه وقت این گپ رو میگم که روی خیلی یک چیز مهم است در ساحه شو بیزنس یا که در ساحه مدیا، چون که هنرمند روی باید اون هنرمند رو معرفی نماید، شوی سرزنده. بله. خب فکری بهترین بگذار که همین صنعت ما مثل چون 1000 ساله ها پیشتر باز ثبت کند، انیقترش ضبط کند دنیا رو. برای چینه هنر این چیزی خوب است، نوبسته از زبان. هنر این موسیقی است و به همگان میتواند احساس خوشی بخشیده تواند. خب چهارشنبه امروز در چند همون آزمون ها، مراسم های مخصوص، جایزه سپاری ها شما اشتراک کردید و وقتی در تنهایی با همون یک خانه خودتون میدارید همون دستاورد ها رو میبینید. هم با فکرم بله. خاطرتون شد میشود چقدر بود؟ از کجاها دارید؟ راستی که از با همین میدارید که با همون حجره خودتون در اونجا با قول استاتویت که رو میبینید، همون جایزه ها رو از کدام به نهایت زیاد هستند و وقتی که من میدارم با گفت شما با همون خونه که همون جایزه ها و دیپلم ها و چیزی که باشد میبینم و بعد
боз амон гапи шумо дар хотирам, гапи шумо не гапи мардум ки мегӯянд ки меҳнат кам кардааст, амон ба хотирам мебиёд ки баъд мефаҳмӣ ки чӣ қадар меҳнати зиёд дар кор буд ки ана ҳаминҳоро ба даст биёрӣ. ман фикр мекунам ки он одамое ки ин гапҳоро мегӯянд, ман 200% яъне боварӣ дорам ки надоранд ин чизҳоро, амон меҳнате ки мо кардему амон чизҳоро ба даст овардем. Ман ягон касро пас назада истодам, аммо мехоҳам ки амин одамизод ба то мегӯянд ку шунидан кай бовад монанди дидан. Мисол набинӣ намефаҳмӣ ки одам чӣ қадар меҳнат кардагӣ аст, меҳнати худро қадри зарро мегӯянд ку заргар медонад. Барои ҳамин хеле хурсанд ҳастам ки ин меҳнатҳо яъне бефоида набуд ва манро ба натиҷа овард. Ва боз дар тӯли 2.5 соле ки дар хориҷ будам, дар Амрико, фикр мекунам ки бисёр яъне пешравиҳо зиёд буданд дар як фестивали хеле калон ки глобал, яъне як фестивали ҷаҳонӣ буд ки дар онҷо аз ҳамаи дунё омаданд, иштирок доштам ва ман дар онҷо бо кадом тарона? Тоҷикӣ? Бале, тоҷикӣ. Ман дар ҳама ҷо таронаи тоҷикӣ месарам ва ин як вазифаи манам амин аст ки маърифии мусиқии аслии тоҷик. Ва мо дар он ҷо хушбахтона боз ҷои аввал гирифтам ва ин барои ман як фахр буд ки ман тавонистам боз яъне ин натиҷаро ба даст биёрам. Ва баъд аз оне ки баъд аз яъне ҳамун фестивале ки яъне ба анҷом расид, доваро ба назди ман омадам ва як довар мегӯяд ки ин чӣ мусиқие буд ки мо гӯш кардем. Ман гуфтам ин мусиқии тоҷикӣ буд. Мегӯяд ман ин мусиқиро дар ҳаётам шунидагӣ нестам. Ин мусиқӣ мегӯяд маро ба кадом олами дигар бурд. Мегӯяд мо ҳар рӯз ин мусиқии якхеларо мешунавем, аммо ман ки ин мусиқиро шунидам, ин хеле як мусиқии фарқкунанда буд ва ин сазовори мо натавонистем ин ҷои якумро ба каси дигар додан, чунки айнан ин мусиқӣ сазовори ҷои якум буд. Ва ман аз ин фахр мекунам ки айнан ман метавонам ки ин мусиқии бузургро дар тамоми ҷаҳон яъне муаррифӣ кунам. Ва аммо одамон фақат метавонанд гуфтанд ки ӯ меҳнат накард. худашон дар як миз курсӣ нишаста фақат ғайбат мекунанд. умуман шумо ба ҳамин фикрҳо ки шояд намедонам дар саҳифаҳои иҷтимоии шумо, дар Инстаграм, Фейсбук, шояд дар зери ҳамон акс, видео наворҳо менависанд, масалан муҳоботҳо, яъне комментарияҳои мусбӣ, манфӣ, аз онҳо ҳам гарчанд агар ҷавобам надиҳед, вақте мехонед аз онҳо ҳам ба худ ягон чӣ мегиред? онҳо ҳам шуморо то андозае дар ҷое ислоҳ мекунад ё раҳнамоӣ мекунад ба фикри шумо? бисёр, бале. Фикр мекунам ки амон одаме ки дар зиндагиаш як натиҷаро ба даст овард, онро фақат мардум яъне бад мегӯяд. Чунки он одамоне ки бад мегӯянд, онҳо ин натиҷаҳоро натавонистанд ба даст биёранд ва онҳо бояд амон одамро пас зада бо ин худро ором мекунанд. Барои ҳамин агар ягон кас ин натиҷаро ба даст набиёрад, ягон кас онро фикри онро намекунанд. Барои ҳамин ман аз ин гапҳо яъне хурсанд мешам ки дар пеш ҳастед. Бале, дар пеш ҳастам ки ман мегӯям ки ман значит яъне ман кадом натиҷаҳоро дорам ки инҳо маро бад мегӯянд ё ки ягон сухани қабе мегӯянд. Ман фақат аз ин як боз рӯбаландӣ бисёр мегирам ва боз пеш меравем. беҳтарин. аз радиои ҳамсадо ки маросими ҷоизаспории ҳамсадо Music Awards дорад, шумо ҳам ба фикрам ҷоиза доред? Бисёр. Як 3-4 та ё ки амиқа ҷоиза дорам аз радиои ҳамсадо ва хеле хурсандам. ин ҷоизаҳо ҳама вақт ман ба хотир мебиёрам ки як хотираҳои хеле чигӯям фаромӯшнашаванда дошт. Бале, бисёр. зинда бошед. идома медиҳам азизон. ман имрӯз қарор додам ки ба ҷои ҳамин мусиқии муқаррарӣ зери барнома сурудҳои
چهارشنبه علواتف صدودوده باشند برای همین شما پس سرودهای او رو گوش میکنید چون ما کوشش کرده ایستادیم بیشتری وقت رو برای صحبت با چهارشنبه صرف کنیم و من این لحظه میخواستم پیامکی که اومده رسیده است با ما از دلربو در صفحه تلگرام میگویند که همون ترانه با نام افسانه اگر زنده میخوندید کمی خوش میشدم با شما موفقیت در کار ایجادیتون نوشتند. ترانه افسانه اگر امکان است زنده سرایید؟ بله ترانه افسانه خیلی یک ترانه برای یک روزمون ثبت کردیم. خیلی یک ترانه از جلال الدین بلخی است از رومی. بله سخنهای خیلی یک پرمحتوی پرمضمون هم دارد و آهنگش از آهنگساز از خیلی یک دوست نزدیکی ما از آهنگساز خیلی یعنی خوب سمندر پولودوف هستند و این سرود تنها من برای یک یعنی یک چیزی چوربین یک کنکورسی ثبت کردم و این برای مردم خیلی پسند اومد. بله من میخوام یک چور مصرع رو مرحمت با صدای زنده افسانه از چهارشنبه علواتف. علت رها کن ای دلا دیوانه شو وان در دلی آتش درا پروانه شو ای روغش را بگانه کن ام خانه را ویرانه کن وانگه بیا با عاشقان ام خانه شوی زنده باشید خسته نباشید. در حقیقت وقتی که زیاد با آواز کار میکنی مشق میکنی صدا دیگر است. شما برای همین یک مثلا در دوام یک روز یا که در دوام یک هفته یکان ساعتهای معین است که شما مخصوصا مشق آواز میکنید؟ بله این مشق آواز به نهایت در زندگی هر یک هنرمند مهم است چون که یعنی ورزشگر به مشق نکند و نمیتواند که با بازی یا که با یگون چیزی بزرگ یعنی اشتراک کند. هر روز مشق میکنه تو که همون قوتش رو یعنی چی کند سایقل دهد. این خیلی باز هنرمند حافظ یعنی میخوند هر روز باید مشق آواز کند که همون چیزایی در کوری خودش در کجا میخونید؟ به فکرم در داخل بینو بلند و شونه در خونه هم میشود و امو محدودیت هست چون صدای شما بلند. بله در استودیو و در جای کوری که مثل کار میکنیم و یا که هر خیل میشد اما به مشق آواز نمیشود. بسیارتر در کجا مشق میکنید؟ در همین دوشنبه در یگان جایی؟ راستی گپ در دوشنبه چون که برای هنرمندان هر روز مشق است چون که هنرمندان هر روز مراسم و توی مرکه میروند هر روز مشق آوازشون رو مشق میدهند. این هم حساب میشود. اگر زنده سرایند بله اگر زنده سرایند این خیلی مهم است. چهارشنبه از هنرمندانی توجیک هنرمندانی جوان 3 نفری که شما از مردها 3 نفری که شما صنعتشون رو اعتراف میکنید قدر میکنید گوش میکنید کی هستند؟ 3 نفر بله مرد. خیلی سوال خوب. مشکل هم هست چون که من هنرمندایی که یعنی از هنرمندای توجیکی که سر اول من این رو از تجربه پروفسیونالی خودم میگم که هنرمندایی که میتونن زنده خوندن هنرمندایی که در صنعتشون در چیزشون مهنت میکنند و میخواهند کم موسیقیشون رو با همگون یعنی معرفی کنن موسیقی توجیک رو من اونها رو اولین درجه حرمت میکنم و بسیار هنرمندا داریم که جوانون من نمیدونم مثلا دوستی نزدیک من که فاروق حسنوف که خیلی من حرمت میکنم که هم یعنی از چیز پروفسیونالی موسیقی زنده میخواند هم مثل همه وقت کوشش میکند که و هم برای آن که دوست شماست
راستی گپ هم کوشش میکند که موسیقی توجیک رو با یعنی معرفی کند و این یک من خیلی و سفر محمد ما بسیار جوانا داریم یک نفر دیگر شاید جونی بیک مرادوف باشد. جونی بیک مرادوف من میخواستم گفتن اما شما گفتید که جوان من فکر کردم که ممکن سن 20 ساله یا که 22 اما نه بله جونی بیک مرادوف رو من از خردیم گوش میکردم و حرمت و عزت من نسبتش خیلی بسیار بود چون که در موسیقی توجیک استرادای توجیک خیلی و خیلی سهم کلان دارد. پیش رفتیم. خب همین وقتی شما از کودکی با همین سوحه چی پیدا کردید؟ مهر محبت پیدا کردید؟ در اون زمان ها بسیارتر کی ها رو گوش میکردید؟ مثلا برای بعضی بانوان سراینده شدنشون سبب میشود لیلا فروهر، گوگوش یا خانوم دیگر سراینده ها. برای شما همین خیلی یک هنرمند ایدئالی کی بود که بسیار گوش میکردید؟ راستی گپ من که هنرمندی رو سر کردم یعنی از یعنی رویه خلقی سر کردم یعنی رویه فولکلور و بسیار چون که پدر من خودش رویه فولکلور است من بسیار از خردی امون رویه رو گوش کردم و خلقی بله و بسیار سرودوی استاد شد روان دولتمند خولوف رو گوش کردم و این ما رو خیلی یک قوت دیگر میبخشید بله و آهسته که من کلانتر شدم و بسیارتر که از موسیقی یعنی خبردار شدم و بعد آهسته من همون رویه خودم رو چگویم سایقل دادم و رشد کنم بله میخواستم رشد کردم و بعد با همون رویه خودم از دیگر رویه های موسیقی یعنی آمیخته کردم و چیزی نو شد. این خیلی یک چیزی نو شد. بله. این در عالم موسیقی رو فیوژن میگن یعنی آمیخته کردن یک چند رویه رو. خب در البته رپرتوری هنرمندان چی مردها چی زنها ترانه‌های هستند که در شکل گویم دوئت سرایده شدند نه بس از اونی که مرد یعنی سرود دو نفر سرایدن یا زنها با هم دیگر در اگر من خطا نکنم در رپرتوری شما این گونه ترانه هولو نیست عموما در نقشه نیتی شما هست سرود سرایدن در شکل دوئت و با کی نیت دارید ارزو دارید؟ بله این خیلی خوب است اما یعنی نمی شود چون که یعنی در موسیقی همون آواز مردانه و زنانه یک خیلی وقت با یک دیگر مشکل است یعنی موافق اومدنش چون که نوته هایی که زنانه هستند اونها نوته های دیگر هستند بلندتر هستند نوته هایی که مردانه هستند اونها کمی پست هستند و کم یعنی اولتای میشن که آوازهای مرد و زن یعنی خیلی موافق است اما من در ما داریم با یک سرود از با مدینه نظر و داریم که خیلی یک سرود دلچسب است این کدام ترانه بود یک بار دیگر با صدای زنده بیاید سرایت تا که یادرس شود با زن و مردم مرحمت کسانی که گوش نکردن میتونن گوش کنن این سرود خیلی یک آرام است و این سرود از گروه پریم است تنها دریاد و ما این سرود رو با مدینه یک صحبت کردیم و برای هر دومون این سرود خیلی یک بسیار پسند بود و گفتیم بیا این سرود رو ثبت کنیم و این سرود نون داره تنها دریاد همین خیلی است که من تنها دریاد و آرزوی تویم بیا که از خاله بری رویت بوسه بگیرم من تنها در یاد و آرزوی تویم بیای یارم خیلی سرودی و چی فکر دارید همین ترانه وقتی که شما با هم دیگر سرایدید شما حس کردید در اونجا بین شما موافقتی هماهنگی و موز بود؟ بله چون که ما این سرود رو هر دویمون انتخاب کردیم و هم برای مدینه هم برای من این سرود خیلی پسند بود و ما تصمیم گرفتیم که این سرود رو ثبت کنیم. برای چی دیگر همروی این نفر ترانه ها نشد در شکل دوئت سبب چی بود؟ چهارشنبه سبب نبود یگون چیز چون که روزی زندگی است من دیگر
یعنی با دیگر جو بودم مدینه اما باید سرود خیلی که من در بلوگ قید کردم سرود باید باز موفق تر باشد و راستی ما نیت داشتیم گفتیم باز یکون سرودای خوبتر و شوختر و چیزتر آفرین بله نیت ها بودند. کدام سه خصلت خوبی شما به شما یordam میکند که مشکلات زندگی رو با آسانی پس سر کنید؟ کدام سه خصلت خوب؟ روشگپ سرود خصلت یعنی سوال خیلی آسان میتوبد اما خیلی یک مشکل است خیلی یک مشکل است. فکر میکنم که خصلت خوبی من که میتوند در زندگی من برای من آسان کند مشکلی رو من با یکون کس کین ندارم. من یکون کس رو غیبت نمیکنم. کسی ما رو حرمت میکند من حرمت میکنم و برای همه یعنی پیشروی و خوبی و خوشی میخواهم. امون چیزای خصلت‌های خوبه که امون خوشبختیایی که برای خودم میخوام من میخوام برای همه آنها رو آرزو کنم چون که من نمیتونم رزق یگون کس رو در زندگی خورم و یگون کس نمیتواند امون رزق و امون چیزی که نصیب ما در من باشد از من گیرد. فکر میکنم که انا همین خصلت است که من با همه گون میتونم دوستی خوب پیدا کنم با همه گون میکنم یک رنگ باشم و همه گون ما رو حرمت میکنند و خلاص که همین گونه از همه مهم صبر و طاقت هم هست در چهارشنبه. بسیار فکر میکنم به صبر و طاقت نمیشود. بله صبر فکر میکنم یک مثل یک گل است که باید آهسته آهسته میشکفد. برای من بله خوب میگن که انسان به کمبودی نمیشود. نه نمیشود این خیل. نه و سه خصلتی بعد شما کی میخواهید که از همین چیز خلاص شوید لیکن حالی نشده است نتوانستید؟ راستی که فکر من همه وقت میخوام که من کم سراسیمه هستم. میخوام که همه چیز باید در حال و در وقتش شود. بله اما باز که شما گفتید که صبر باز همون در خاطر میزنه که نه صبر همه چیز اما من میدونم که همه چیز در وقتش میشود. اما چقدر که سراسیمه هستی میخوای که در حال شد اون نمیشود. همه چیز در وقتش اما همین خصلتی که برای من خودم معقول نیست همه چیز باید در وقتش شود. باز دو توی دیگر از این گونه خصلت ها دو توی دیگر چی است به فکرتون که کمتر خلال میرسوند به پیشرفتی شاید کارتون با همون سرعتناکی پیشروی کارتون یا زندگیتون؟ من برای یکون کس نگفتن نمیتونم. بله من میدونم که این خیلی باید نباشد اما من برای همه کس کوشش میکنم که همون کارش رو که نمیدونم باید با چی توان خودم یعنی حل کمک کنم. بله اما فکر میکنم که بعضی وقت نه هم خیلی یک چیز خوب است. کلمه نه. بله یعنی نه همیشه هر رو قدر میکنن. نه همیشه هر رو قدر میشود. تو همه گوی آدمون فکر میکنن که این یک چیزی با سادگی خودت اون رو تبدیل داده یعنی فکر میکنن اما در اصل این خیلی نیست. در اصل من با همون ها گفتنم فکر میکنم که این کمک من و قدر کردن همون شخص است. بله فکر میکنم که این هم یک خصلتی که برای من معقول نیست. باید کمتر هم گوید. بله کمتر ها گفتن در کور. بله زندگی چنین است و در هر چیز اگر معیار باشد باز هم خوب میگن. از نگاه چهارشنبه علاوطف مرد حقیقی کی است؟ مرد اصیل. مرد اصیل بسیار سوال چقدر فکر میکنم که مرد این یک چند چیگم روحو است که با اون روحو میتواند مرد اصیل یعنی همون مردیش رو نشون دهد و هم در دوستی در رفاقت در عشق در کور در برای من یعنی جواب انیق نمیدونم که خیلی گویم. فکر میکنم که در امون وقت و در امون اولاد چیز میشود معلوم میشود که مرد اصیل کی است. امروز شما در همین مخصوصا ساحه‌ای که کور فعالیت میبرید با باوری کامل گفته میتونید که دوستان اصیل از این ساحه دارید یا که همه با خاطر یگان منفعتی؟
دوستی میکنن با هم در این ساحه؟ شاید چون که من در این باز از تجربه خودم میگم که از تجربه من بود که من فهمیدم که این شخصو تنها با یک فایده که از من بود با من دوستی کردن. برای من اگر پیش وقت من همین تجربه نمی داشتم من میگفتم که نه اونها مثل دوستی حقیقی بود، اما من که این تجربه رو از سر گذراندم من میتونم گفتن که بسیار کم میشد که همون شخص تو رو حرمت میکند نوابسته از اونه که تو کی هستی یا که چی هستی. در دوره کودکی مکتب خوندن چگونه بود چهارشنبه؟ در مکتب، در بینی دوستان؟ خیلی شوخ طبیعت، آروم طبیعت. من خیلی شوخ طبیعت بودم، بله. همسنفونم تو ما رو خیلی دوست می‌داشتن. یگان از همون گونه شوخیاتون در یادتون هست میتونید گفته؟ راست من بسیار گپ میزدم با همه کس بسیار گپ میزدم و باز برای من معلمو بعضی وقت از درس میگه ای تو بسیار گپ میزنی، اما من بسیار درسام رو خیلی خوب دوست می‌داشتم. کدومش رو بسیارتر؟ من خیلی زبون مادری رو خیلی دوست می‌داشتم، بعد تاریخ و بعد ادبیات. ماتماتیکا چی؟ ماتماتیکا او قدر نه. اما برای من همین سه درس رو زبان، ادبیات، تاریخ رو خیلی دوست می‌داشتم. الگبرا در خاطرم است که صنف 5 بودیم، نه 6 یا که 7 که در خیمیا نو سر کردیم خوندن و درس یکم در اومدم، درس دوم خیمیا. اما خیلی یعنی چیز جولی باز من گفتم انا این درس رو من خیلی من این رو میخونم. بعد یک نمیدونم من از اون دوره در کنکورس و در بسیار چیزای چوربینی اشتراک میکردم و یک 2-3 درس خیمیا رو چیز کردم، در درس اشتراک نکردم. اومدم که یگان چیز رو نمیدونم. بعد فهمیدم که اگر یک درس خیمیا رو یعنی اشتراک نکنی دیگر هیچ چیز رو نمیدونی. بعد اون رو هم دیگر خیلی شید محبتم گم شید. بله. و امروز به چیز نیست که شما در ساحه ایجاد هستید، در اینجا نه کیمیا لازم است. نه فکر میکنم امون یعنی من نمیدونم حس کردم که ممکن امون زبان و ادبیات و تاریخ برای من خیلی یک چیزی شوق آور بود و یاردم کردم و امروز هم در کور ایجاد من با من هستند و خیلی برای من فایده کردند که من همه وقت از زبان مادری من 5 داشتم، چون که من خیلی دوست داشتم ادبیات. این نمیدونم خوشبخت‌ترین روزی زندگیتون که شما می‌خواستید همون تکرار شود اگر امکان می‌بود کدام روز بودین؟ فکر میکنم که من همچون هنرمند همون روزایی که من در یگون صحنه‌ای که در یگون چوربینایی که من برآمد میکنم که یا که در یگون کنکورس یعنی آزمون ها جای میگیرم، این هستم روز خوشبخت‌ترین من است، چون که من نشان دادم که همگان موسیقی صنعت ما رو قدر کردن و دوست داشتن. اگر امکانیت همین خیل میدودن به شما از جهتی مولوی یک امکانیتی نامحدود بسیار یک مبلغ کلانترین به اون اندازه که شما میخواید به اندازه که ایهون باشد شاید کلانترین امکانیتی به محدودی مولوی اگر میدن شما کدام آرزوی خود را عملی میکردید؟ که میدوند این برنامه رو تماشا میکنن بسیاری و شاید این آرزوی شما عملی شود یکی؟ راستی گپ این یک سواله که آدم شاید نتواند که در حال جواب دهد، چون که آرزوها بسیار هستند، آرزوهایی که ممکن شخصی هستند یا که آرزوهایی که من یعنی همچون میخوام اون مبلغ ها رو در همون صرف کنید، در همون صرف به فایده همون منفعت فرهنگ و منفعت صنعت و یعنی برای معرفی همون فرهنگ بزرگی و موسیقی تاجیک. چون که من فکر میکنم که این فرهنگ و این موسیقی بسیار لازم است که این باید یعنی با شیوه روسی که ماکسیمال باید معرفی شود، چون که بلند صفت باشد، چون که این علاقه شده استوده است و باز هم باید شود.
باز هم شود. یعنی موسیقی که من در بسیار اینترویو گفتن که موسیقی به معنی که معنی ندارد و تماشابین بسیار دارد، این موسیقی اگر این در توان من میشد، من این موسیقی رو همه میگرفتم از شبکه اینترنتی، چون که این موسیقی نظارت بله خیلی در کار است، چون که این موسیقی و این کلیپ ها اون چیزی که سطح رو خیلی پس میزنه، چون که شبکه اجتماعی همین خیلی است که یعنی انالیتیک میگن و چقدر که تماشابین بسیار میشود، آنها یعنی تستر یعنی در بالو در توپ میروند و کسانی که مثال از خارجه، مثال من از خارجه هستم، من آدم خارجی و من میخوام که یک موسیقی تاجیک رو گوش کنم، همون میبرم، من میگم که کو موسیقی تاجیک چی دارد که من بینم که بعد میبینم که یک موسیقی فچ در حال برآمد، من میبینم که باز یک موسیقی دیگری که مثل همون پرسما یعنی تماشابین 5 میلیون 10 میلیون، من میبینم که یگون معنی ندارد، خنده آور و بعد او فکر میکند که موسیقی تاجیک همین گونه است اما در اصل نمیداند که این گونه نیست. برای من فکر میکنم که یک نظارت اگر میشد این خیلی یک خیلی یاردم میکرد که اون موسیقی اصلی که هست او بلند یعنی توپ برآید. چهارشنبه اصلا به فکر شما چی سبب می شود که همین خیل شاید ترانه‌هایی که مضمونی سبک دارند، پوچ دارند، سبب در چیست که اینقدر تماشای زیاد میگیرند و به توپ می رود؟ به فکر شما سبب این چی است؟ بله بسیار سوالی که من همه وقت برای خودم میتونم که سبب در چی است، چون که مردم میخواد که چیزی یعنی آسان رو فقط گوش کنه، چیزی سبک رو قبول کند که معنی ندارد قبول کند و خندد، اما باز چقدر فکر نمیکنن که این بر ضرری صنعت تاجیک می شود، چون که یعنی همون کیفیت و همون اونها اگر یعنی چقدر روند و یک خود رو کمی مجبور کنند و همون موسیقی اصلی رو گوش کنند، بعد درک میکنن که انا این یعنی موسیقی چی است؟ موسیقی اصلی این خودش یک دارو است که برای همه دردو من فکر میکنم که تبابت یعنی همون سر و مغز سر رو خیلی آروم میکند و برای من فکر میکنم که جوانان این خواهش من است که بسیارتر موسیقی اصلی رو گوش کنند بر عوض موسیقی که معنی ندارد. من فکر میکنم که مجبور کردن نمیشود، اما ما باید این موسیقی اصلی، این همش چیز در دست ما است و از ما یعنی چیز میکند که ما با جهانیون نشون میتیم که ما چگونه موسیقی داریم و اگر ما موسیقی خود رو قدر نکنیم او بیگونه نمیکند. مثلا نگاه شما چگونه است به ترانه‌هایی که در آن زیاده از 2 یا 3 زبان استفاده شدند، یعنی آنها فرا میگیرند کلمات انگلیسی، تاجیکی، شاید روسی، شما نگاه شما به همین گونه ترانه‌ها چگونه است؟ چقدر قبول دارید؟ نه راست گپ، اگر اون موسیقی که موسیقی اومیخته است سطحش یعنی سطح یعنی درست یعنی موسیقی باشد، سطحی که یعنی یک هنرمند اصیل است و میخواد که در موسیقیش هم خیلی آمیخته کند و نویگری، این خوب است. نظر من خیلی به این نظر کشود است، اما بسیارتر من خودم نظر من دقت من خیلی به زبانی یعنی اصلی به زبان تاجیکی خیلی بلند است که من میخوام که بسیارتر به نزدیکی من چیز رو دقت دادم در بعضی بلوگرها هم که به زبان دیگر زبانو گپ میزنند، متاسفانه من خواستم که یک ویدیو نوار کنم و باز وقت نشدم خیلی، اما در اینجا ما امروز داریم شرایط که من نظر خود رو میخواستم گفتم که بله. فکر میکنم که این خواهش من از بلوگرها، چون که اونها تماشابین زیادتر دارند و مردم میبینند، خوب میشد که بلوگای خود رو به زبان تاجیکی کنند، چون که من میبینم که همه کن به زبان دیگر گپ میزنن، اما زبون دیگر رو ما باید از خود کنیم، ما مجبوریم که
یعنی با شیوه روسی که ما دلجنی ما باید دیگر زبان ها رو دانیم برای که در کار می شود. اما همون چیز عروضه بلوگوش خود رو باید به توجیکی کنیم، چون که من دیگر بلوگروی دیگر دولت رو دقت میتیم اونها همشون با زبان خودشون همش اونها 10 زبان میدونن، اما با زبان خودشون مادریشون با زبان مادریشون اقلا در کشور چون که و این یک خواهش من به همه بلوگرها است که کوشش زیادتر کنن که با زبان توجیکی همون ویدیو نواری خودشون رو کنن، چون که این برای فایده و برای دستگیری زبان فرهنگ خیلی چیز میکند. در حقیقت درست، زیرا که اصلا گویم زبانی توجیکی تاریخی زیاد از 5000 ساله دارد و ما باید که اقلا در سطح عادی ترین ساده ترین زبانی ادبی توجیکی گپ زده توانیم. من میفهمم که در خانه همه ما و شما زبان لهجه گفتگویی منطقوی خود رو داریم، لیکن یک چیز رو در نظر داشته باید باشیم که چون چهارشنبه قید نمودید، وقتی که ما یک مول محصولات ایجادی خود رو برای مردم زیاد برای عامه پیشنهاد میکنیم، این باید زبانی منطقوی نباشد. این باید زبانی ادبی ساده ترین باشد که با کل مردم اقلا تاجیکستان فهم و زبان باشد. من این فکر شما رو 100% دستگیری میکنم. بهترین اینک همراه چهارشنبه من نمیدونم این چگونه صحبت که فرصتی با برنامه موجود کرده شده با آخر میرسد، من حتی حسم نکردم، نمیدونم چهارشنبه چگونه. زنده باشید و میخوام که همینجا یک بخشی کوتاه‌ترین رو همراه شما گذرانه و بعداً با برنامه خاتمه بخشه. تیار هستید؟ بخش انتخاب است. بله. خب قهوه یا شیرچای؟ شیرچای. آشی پلاو یا مانتو؟ آش. لباس کلاسیکی یا ورزشی؟ کلاسیکی. توی یا کنسرت؟ کنسرت. تلویزیون یا رادیو؟ رادیو. رادیو. خانه بلندوشانه یا حولی؟ حولی. پیانینا یا غژک؟ پیانینا. اسب دوانی یا اتومبیل رانی؟ اسب دوانی. تربوز یا شفتالو؟ تربوز. قطوره یا هواپیما؟ هواپیما. تستر میرسید. سراسیمه عدد در اینجا هم تستر میرسید. خب چهارشنبه من خیلی خرسندم شدم که شما فرصت خود رو جدا کردید. امروز مهمونی برنامه ما شدید و امیدوارم که مخلصان شما هم از این صحبت ما یک جهان کیفیت برداشتند، یک احساس خوش برداشتند و من بار دیگر شما رو از نام خودم، از نام هیئت ایجادی رهبری کارمندان رادیو صدا صمیمانه خوش آمدید میگم. بگذار همان آرزویی که در دل شما است، در قعر دل شما است و هیچ کس نمیدوند بغیر از شما و خدا، همین آرزوهای شما عملی شوند. بگذار در حیات تطبیق شوند. با شما موفقیت کسبی کاری آرزو میکنیم. همیشه معرفیگری خلق و صنعت توجیک در خارج کشور و در داخل کشور هم باشید. در زندگی شخصی سعادت روزگار تمنا میکنیم و اگر امکان باشد من میخواستم که با 4 مصرع سرودنی صدای زنده اگون ترانه‌ای که به دل شما نزدیک است از خودتون اون رو بیسروید تمنیات شما رو گوش میکنیم بعداً و انجام میرسونیم. مرحمت. تشکر زود و یک بار دیگر برای خیلی صحبت صمیمی، برای دعوت و روسی گپ وقتم خیلی زیاد خیلی تیز زود گذشت که ما خبر نشدیم. این یعنی معنی اون رو دارد که صحبت ما خیلی یک از دل بود. بله تشکر زود یک بار دیگر و ما در چیز خود از طرف خود هم ما حتما وعده میتیم و که باز این یعنی این وظیفه ماست که این موسیقی اصلی بزرگ توجیک رو معرفی کردم به جهانیان و من میخوایم یک 4 مصرع دیگر در آخر برای شما و برای همه شنوندگان رادیو ام صدا پیشکش کنم. مرحمت. تو بیا جان و دلم غم زده است، چشم ترم در راه تو نم زده است، دیگر به تو جدایی بس است، این دل بیچاره دم زده است. گر تو بیای تو را مهمان کنم، جان و دلم پیش تو قربان کنم،
هرچه تو خواهی تو بگوهان کنم بوسه که از لب جانان کنم خی تو بیا ببرم یارم از ستمات کمه بزارم نام تو را به دلم دارم با تو بودن کمه ارمانم. اوه بهترین زنده باشید. این یکی از ترانه‌های دوست داشتنی من از چهارشنبه علواتوف است. وقتی که من همین گونه ترانه‌های شما رو گوش میکنم در حقیقت به اختیار دست و پای انسان رگ و پای انسان به رقص می‌درآید و این از صنعت والای شما دلالت می‌دهد. خدا کند که در رپرتوار شما من بعد همین گونه ترانه‌ها زیاد شوند و من امیدوارم که این صحبت اولین آخرینمون نیست. ما حالا با شما باز افیرهای زیاد خواهیم داشت. برای دیگر خوش آمدید. سعادت روزگار نصیبتون. چهارشنبه علواتوف همیشه با ما باشید. زنده باشید. خوش آمدید. عزیزان دل در همین جا فرصتی برای برنامه به تنفس جدا کرده شده با خیر میرسد. یادآور میشم که در این مدت با شما بودم من زرنگاری رستم و هنرمند نامی شناخته معروفی تاجیک چهارشنبه علواتوف. در اینجا با شما خیر و خوش میکنیم. همیشه با ما در امان خدا باشید عزیزان. خیر. به تنفس با زرنگاری رستم.